عیدونه برای خانمان و جنابان اینمی جای نمازی به صورت عیدونه می باشد. همچنین قرآن قدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگون درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابون دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روزه بوش در لباس میمونه استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواک پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشه و همچنین یک تسبیح سنگی. اینمی 8 چیزی که ما نامبر کردیم از شرکت شفافرما میتونید شما با نرخ 2900 روبل خریداری کنین. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه می باشه، دهمش قرآن برای شما تحفه می باشه. اینها سبب. خدا شفا فرما هم راز شما. السلام علیکم و رحمت شبنم چی اومدی جانی من کی وقتی که مادرت برایت میگوید غصه مخور، همه چیز خوب می شود، تاثیرش از 1000 دعوا و دارو بالاتر است. گاه دلم هیچ چیز نمی خواهد جز صحبتی دل به دل با مادرم. من حرف میزنم او چای تازه بر من می ریزد. آن جایی که چایت سرد می شود و دلت گرم، او تنها خانه مادر است. ای کاش می شد عمر خود را هدیه می دادم به او. پروردگارا زندگی را دوست دارم، اما مادرم را بیشتر. سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. با سهم تمام آن برادرانی که مهاجر هستند در شهر مسکو کار و فعالیت میکنند و میخواهند که از گرانیسه ساق و سلامت گذرند، پس من به شما شرکت اکای جورابیگ را توصیه میدم و باوری دارم که این شرکت و همه آن مهاجران را ساق و سلامت برده میرساند و اگر دکومنت های شما پوره نباشد و عموما از راه از رد کردن از همه این شما را به خوبی محافظت میکند و ساق و سلامت برده از گرانیسه میگذراند. و ما همه میدونید که طول قریب 1 سال میشود که ما این شرکت را رکلام میکنیم و تا این لحظه باری هم از یگام مهاجر ما شکایت نفهمیده ایم. و خب من رقم های واتساپش را میگذارم، زنگ بزنید، نویسید، ساق و سلامت رفته از گرانیسه گذرید.